به مدیتیشن پاکسازی دوپامین خیلی خوش اومدین. توی مدیتیشن امروز با فواید این که هورمون دوپامین رو توی بدنمون متعادل کنیم آشنا میشیم. ولی اولش بیاین یکم به بدنمون و به نفس هامون برگردیم و بعدش درباره دوپامین و عملکردش و اینکه چجوری کار میکنه صحبت بکنیم. خب یه جایی بشینین یا دراز بکشین و لطفاً نوتیفیکیشن گوشیتون رو قطع بکنید یا گوشی رو یه جایی بذارید که صداشو نشنوید، رو سایلنت بذارید یا هر جوری که مطمئن باشید که نوتیفیکیشن ها حواس شما رو پرت نمی کنن و هیچ عنصر مزاحمی اطرافتون نیست، چون که شما در حال شروع پاکسازین و این نوتیفیکیشن ها هیچ کمکی به تولید دوپامین نمی کنه. چشماتون رو آروم ببندین و توجهتون رو بذارین روی نفسایی که دارین میکشین. از طریق بینی دم بگیرید و از طریق دهان و لبها بدین بیرون. بازدمتون مثل این باشه که دارید فوت میکنید و یه شمع تولد رو دارین خاموش میکنید. از طریق بینی دم بگیرید، از طریق دهان بدین بیرون و شمع رو خاموش کنید. با بینی دم و خیلی آروم بازدم. ببینید که آیا میتونید بازدمتون رو 2 برابر طولانی تر از دم خودتون بکنید. خیلی خوبه. حالا بدون باز کردن چشماتون ببینین میتونین محیط اطرافتون رو به یاد بیارین. جایی که نشستید یا دراز کشیدین رو تصور کنید و ببینید اطرافتون، مثلا اگه اتاقتون چه شکلیه، چه جزئیاتی داره و به یادتون میاد. عالیه. خیلی خوب تجسم میکنید. حالا بیاین در مورد دوپامین صحبت بکنیم. در حالی که همینطوری خیلی ریلکس دارین نفس میکشین و بدنتون در حالت استراحت. بدنتون رو تکون ندین و فقط به حرفای من گوش بدین. دوپامین یه انتقال دهنده عصبیه. توی مغز ما تولید میشه و مثل یک پیام رسان شیمیایی عمل میکنه. وقتی که شما یه فعالیت لذت بخش انجام میدین یا وقتی پاداشی میگیرین، این هورمون توی بدنتون آزاد میشه. هر چقدر که اون انتظاری که برای اون عمل یا اون احساس میکشین بیشتر باشه، احتمال این که دوپامین بیشتری توی بدنتون آزاد بشه هم به همون نسبت زیادتر میشه. همین باعث میشه که مغز ما هی دنبال تجربیات لذت بخش باشه، مثل خوردن یک کیک
به جای اینکه بریم مطالعه کنیم یا درس بخونیم. کدوم یکی بهتون لذت بیشتری میده؟ هر چقدر که بیشتر به دنبال تجربیات لذت بخش باشین، مغز شما به همون نسبت به دوپامین وابسته تر میشه و به یه حالتی میرسین که هر دفعه نیاز به دوپامین بیشتری برای اون احساس خوشایند دارین. در نتیجه اگه قبلا یه کوکی شما رو خوشحال میکرده، الان دیگه به سادگی اون کیک یا کوکی نمیتونه شما رو خوشحال کنه. یه جورایی بدنتون بهش عادت کرده و مقاوم شده. اگه تو این مرحله این، یعنی اگه همین احساس رو دارین و هر چیزی دیگه به راحتی نمیتونه خوشحالتون بکنه، یا خیلی چیزایی که قبلا کوچیک بودن ولی خیلی میتونستن بهتون لذت بدن الان دیگه اون رنگ و بوی سابق رو براتون ندارن، نشون دهنده اینه که باید سطح دوپامینتون رو ریست کنین. یعنی چی؟ یعنی برین به یک پاکسازی اساسی. و خیلی ساده بخوام بگم، یعنی باید یه مدت فاصله بگیرین از اون چیزایی که بهتون لذت میده. میخواد یه برنامه تلویزیونی یا یه سریالی باشه که خیلی دوستش دارین، میخواد سوشال مدیا باشه، میخواد اون شیرینی خوشمزه‌ای باشه که همیشه توی یخچال منتظرشین، میخواد گیم باشه، یا خیلی چیزایی که خودتون میدونین نباید انجامش بدین. یه جورایی این لذت ها رو از زندگیتون حذف کنین و یه سری چیزای دیگه جایگزین کنین که به نظرتون خیلی بورینگ یا خسته کننده است، مثل مطالعه کردن و کتاب خوندن، مثل یه کار هنری کردن، مثل یاد گرفتن یه چیزی از روی یوتیوب. وقتی که مشغولش بشین، کم کم از حالت خسته کنندگی تبدیل به یه سرگرمی براتون میشه. فقط لازمه که بهش اجازه بدین که خودش رو بهتون نشون بده. یعنی اولش به نظر میاد که خیلی بورینگه، ولی وقتی با تمام حواس و با جون و دل اون کار رو انجام بدین، حتی میخواد پختن یه سوپ باشه، اگه با تمام وجود و مایندفول انجامش بدین و تمام چیزایی که شما رو از تمرکز کردن روی اون حواستون رو پرت میکنه بذارین کنار، یهو میبینین که چقدر معناش براتون تغییر کرد و بهش عادت میکنین و یهو مغز شما به اون کار علاقه‌مند میشه. میتونید اینجوری فکر بکنید که هر زمانی که در حال مصرف کردن هستین، به یه نوعی داره تو بدنتون دوپامین آزاد میشه. میخواد صرف زمان برای نگاه کردن به اسکرین لپتاپ و موبایل باشه، میخواد مصرف غذا باشه و یا میخواد مصرف افکار منفی یا خبر و اخبار باشه. شما دارید چیز رو مصرف میکنید. این مصرف کردن رو برای یه بازه‌ای، یه بلاک‌های زمانی بذارین کنار. اگه قراره که برین نوتیف گوشیتون رو نگاه کنید، این دفعه یه کار دیگر رو جایگزین کنید. مثلا پاشید یه دور تو اتاق بزنید. خودتون رو با یه چیز دیگه سرگرم کنید. یه پازل حل کنید. ممکنه به نظرتون خیلی سخت بیاد، ولی حواستون باشه که این قضیه به این کمک میکنه که شما بتونید دوباره از چیزهای کوچیک توی زندگی لذت ببرید. این پاکسازی به شما اجازه میده که از کارهای ساده و پیش پا افتادم لذت ببرید و خوشتون بیاد و زندگی براتون معنای بهتری داشته باشه. چیزایی که خیلی درگیرش هستید
و هی داره دوپامین آزاد میکنه، مثل سوشال میدیا، اینستاگرام، پورنوگرافی، خصوصا سریال و فیلم ها، هر چیزی که داره حواس شما رو پرت میکنه یه مدت ازش اجتناب کنید و یه چیزی رو جایگزینش کنید. میخواد یه پیاده روی کوتاه باشه، ورزش کردن باشه، درست کردن یه غذای سالم باشه، هر چیزی که انجامش برای شما یکم سخته، همیشه دوست داشتین که انجامش بدین ولی هی پسش میزدین، کتاب خوندن یا هر چیزی. اگه به دوپامین معتاد باشین خیلی کار سختی میشه، ممکنه خیلی خسته کننده باشه، ولی همین باعث پاکسازی سطح دوپامین میشه. ولی ادامه بدین، به ذهنتون اجازه بدین که اطلاعات جدید بگیره و کمتر به اون لذت وابسته باشه. بعد میبینید که از همون رابطه جنسی که قبلا داشتین در یه سطح ساده تری، از غذاهای خیلی سالمتر و عادی تری میتونید لذت ببرید و حال کنید باش و مجبور نیستید که هی دوزش رو، دوز الکل و دوز پورنو و دوز بودن تو سوشال مدیا رو هی بیشتر و بیشتر کنید. بیاین چند لحظه برگردیم به نفس. به نفستون توجه کنید. از طریق بینی دم بگیرید و تصور کنید که یک شمع داره جلوی شما میسوزه. هوا رو از طریق لب‌ها خارج کنید و اون شعله شمع رو خاموش کنید. خیلی آروم. حالا یه شمع دیگه روشن میشه. از طریق بینی دم بکشید و بعد بازدم و اون شمع رو خاموش کنید. یه بار دیگه این کار رو انجام بدید. دم، بازدم و خاموش کردن شعله. وقتی که شعله رو خاموش کردید همه جا تاریکه و حالا در تاریکی استراحت کنید. خیلی خوبه. بذارید بدنتون آروم بشه و اون جاهایی که احساس گرفتگی میکنین، مثلا اگه پیشونیتون گرفته است یا عضلات صورتتون، با خودتون بگین همین الان این عضلات رها شدن. همینجوری که دارید عضلات بدنتون رو شل میکنید، ممکنه ذهنتون هی جاهای مختلف بره، هی بخواد دوپامین بگیره. ولی مقاومت کنید تا بتونید حواس پرتیاتون رو کم کنید. مقاومت کنید که بتونید توی لحظه در بلند مدت لذت بیشتری ببرید و مقاومت کنید که بتونید سالم‌تر زندگی بکنید. متعادل کردن دوپامین به همین سادگی و در عین حال به همین سختیه که از اعتیادها فاصله بگیریم. ببینیم کجا هوسمون داره میره، همونجا دقیقاً نریم.
مثلا اگه میگه این کیک رو بخور، دقیقاً برای متعادل کردن نباید اون کیک رو بخوریم. اگه این کارو بکنیم خیلی چیزا تغییر میکنه. هر چیزی که اعتیاد داریم و دور از دسترسمون بذاریم که دستمون بهش نرسه و یه چیزای دیگر رو جایگزینش بکنیم. اگه تمرین کنین و اگه زمان بدین، دوباره میتونین برگردین به اون حالتی که مثل بچه‌ها از همه چیز میتونین لذت ببرید. فقط باید یکم صبور باشین. میتونید این مدیتیشن رو هر چند وقت که خواستید و هر روز تکرارش کنید تا کم کم بهتون یادآوری بکنه که شما برای لذت بردن از زندگی نیاز به دوز بالا و عجیب و غریبی از دوپامین ندارید. حالا نفس آخر از طریق بینی دم بگیرید و از لب‌ها بدین بیرون. میتونید خیلی آروم چشماتون رو باز کنید. براتون آرزوی بهترین رو دارم. خدا نگهدار.